درود، خیلی خوش اومدید به هودتون. اگه منو نمیشناسید من چیاکو هم و توی این چنل قراره هر چیزی در مورد رپ نمیدونید و بهتون یاد بدم. آیدی اینستاگرام هم همین زیر میاد، آیدی چنل تلگرام توی دیسکریپشن هست. انتقادی، پیشنهادی، پیامی، هر چی دارید توی کامنت های زیر برام بنویسید و بریم سراغ ویدیوی امروز. بچه ها، همونطور که از تامنیل ویدیو مشخص بود و پیدا بود، امروز قراره در مورد مقایسه رپ فارسی و رپ آمریکایی صحبت کنیم. اولین قیاس میرسه به قافیه، چیدن قافیه. توی رپ آمریکایی همونطور که حروف، کلمات و حرفها و جملات کوتاه‌تره، دست رپر برای داشتن قافیه‌های بیشتر بازتر و خیلی راحت‌تر میتونه این رو بنویسه. اما برعکس توی رپ فارسی چون جملات بلندتره مجبورن به موقع و به جا استفاده کنن از اون قافیه و این باید خلاقیت رپر و آرتیست رو به همراه داشته باشه. این جملات که میگم منظورم همون مصرعه، یه وقت گیج نشید. دومین مقایسه میرسه به موضوع شعر، همون شعری که آرتیست و هنرمند برای شنوندش ارائه میده. توی رپ آمریکایی همونطور که میدونید بیشتر به سمت نژاد پرستی و پول و گنگ و مواد و دختر و این داستاناست. توی رپ فارسی چون فرهنگ ایرانیا به این شکل نیست، بیشتر به سمت دلنوشته اجتماعی و اعتراضی خونده میشه. البته که الان این خزعبلات وارد و نفوذ کرده به رپ فارسی و این خیلی از شنونده های رپ فارسی رو ناراضی نگه داشته. البته که رپرهای آمریکایی هم موزیکای اجتماعی و اعتراضی زیاد داشتن، همین خود توپاک موزیکای اجتماعی خیلی زیادی داشته. اگه بخوام یه مقایسه دیگر رو انجام بدم و یه مثال دیگه بزنم، قطعا خودتون از اول ویدیو حدس میزدید که قراره یکی از این مقایسه ها فلو باشه. همونطور که پیداست و این موضوع برجسته است، فلوی رپ آمریکا فسته و خیلی متنوعه برخلاف رپ فارسی، هرچند که رپ فارسی هم فلوهای مختص خودش رو داره. البته اگه بخوام به یه رپر آمریکایی با فلوهای متنوع و فست اشاره کنم، قطعا امینمه که همتای ایرانیش یعنی رضا پیشرو رو داریم این طرف و صد حیف که زبانمون جهانی نیست، یعنی زبان فارسی ما جهانی نیست، وگرنه اگه رضا پیشرو بهتر از امینم نمیشد بدترم نمیشد. یه موضوع جالب اگه بخوام بهش اشاره کنم قطعا اینه که رضا پیشرو و امینم تقریبا توی 1 سال و دقیقاً توی 1 دهه با هم رپ رو استارت زدن. مقایسه چهارم قطعاً بیت و تنظیمه. البته این تفاوت رپ فارسی و رپ آمریکایی فقط نیست، این توی تمامی کشورها فرق میکنه، حتی شاید در تمامی زبانها فرق کنه، یعنی هر کشوری بیت و تنظیم مختص خودشو داره. مقایسه آخر قطعاً خفن ترین مقایسه تاریخه. رپ یوکی توی آمریکا به عنوان یک صنعت به رسمیت شناخته میشه، اون وقت توی ایران زیرزمینیه. البته همین زیرزمینی بودنش بهش اباحت داده و خیلی خفنش کرده. الانه که میفهمیم رپ آمریکا و رپ فارسی همشون، یعنی کل رپ‌های دنیا، سبک هیپ هاپ از یه ریشن، منتها هر کدوم هویت جداگونه‌ای دارن برای خودشون. خب به انتهای ویدیو رسیدیم. دمتون گرم، خیلی دمتون گرم که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. مرسی که اون نگاهی قشنگتون رو به من دادید. امیدوارم خیلی بالاها ببینمتون. اگه خوشتون اومد ازم حمایت کنید. چاکر همتونم. فعلا.